محبت کردن به زائر بزرگترین عامل معنویت اربعین. محبت کردن به زائر بزرگترین عامل معنویت اربعین. شما وقتی که پدرانه، مادرانه، برادرانه، خواهرانه، دلسوزانه با محبت حقیقی با زائر برخورد میکنید، این نورانی ترین اتفاق رو در این مسیر رقم میزنه. اصلا بنای اربعین بر همینه. این رو تقویتش کنید، این رو حفظش کنید. براتون ساده نشه این زائرها میان از جلوی شما عبور میکنن و شما خدماتی بهشون ارائه میکنید و اینا هم استراحت میکنن. برخورد با محبت نسبت به زائرین ابا عبدالله الحسین، چه قلبی باشه، چه از نگاه باشه، چه از زبون باشه، یکی از رازهای مهم این مسیره. این رو خیلی ازش مراقبت بکنید. این فوق‌العادگی داره. یعنی شما ممکنه حتی غذایی نباشه در موکب که به مثلا زائر بدید، یا حتی غذایی باشه منتها این غذا رو با محبت بدید یا بدون محبت بدید. بدونید که اون محبتی که توأم با این غذا هست، اون محبتی که حتی بدون این غذا هست، در برخورد اون عالی ترین اتفاق رو رقم میزنه. مهمترین چیزی که این زائرها باید تو این راه بفهمن محبت خودشون به امام حسین نیست، چون اصلا محبت خودشون به امام حسین چیزی نیست در مقابل محبت امام حسین به اینها. و سروران منی که به عنوان یه زائر تو این راه اومدم، از محبت شما یه چیزی درک میکنم، از روی محبت شما درک میکنم محبت امام حسین به خودم را. میگم این موکبدار که وقتی با من اینجوری برخورد میکنه، خود امام حسین چجوری با من برخورد میکنه. این مهمترین معرفتی است که اینها باید در طول این راه پیدا بکنن و این بالاترین معرفت رو با منبر نمیشه، این بالاترین معرفت رو با کتاب نمیشه. این بالاترین معرفت که معرفت امام است به مردم، اینو فقط شما با محبتتون میتونید بدید. و اصلا این بساط اربعین راه افتاده، این شبانه روزی مهمان بیابان بودن برای زائران اربعین راه افتاده که فضایی پیش بیاد شما فرصت پیدا کنید محبت کنید تا دل امام زمان رو به اینها نشون بدید. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. موکبدارها این آیه قرآن رو باید نشون بدن. این خصلت پیغمبر و خصلت امامه و امام حسین علیه السلام در بین همه ائمه هدا بیش از همه اجازه یافته که این محبت رو ابراز بکنه. حالا تو این عالم غیب و شهود که همه چیز پشت پرده غیبه، چجوری اینا بفهمن که یه قلبی در کربلا داره برای اونها میتپه؟ موکبدارها در مسیر قدم به قدم این رو میخوان حالی کنن. یک عده از خارجی ها رو دعوت کردن از کشورهای مختلف غربی بیان اربعین ما رو ببینن. خب اینها تماما غیر مسلمان بودن، گروه های مختلف. یکی از اینها یک جوانی بود که ترانه خون بود که وقتی داشت ترانه هاشو به من نشون میداد که من اینقدر ترانه خون مطرحی هستم، مثلا نمیشد تصاویرش رو دید. در این حال مسئول شاخه جوانان حزب سیاسی کشورش هم بود، حالا نام کشورش رو نبرم. بعد از یک روز شبش و در میانه های راه موکب امام رضا علیه السلام اینها رو آوردن من ببینم. باهاشون صحبت کردم، با هر کدوم گفتگوهایی داشتم. با این جوان صحبت کردم
گفتم تو چی دیدی تو راه؟ نظرت رو بگو. میپرسیدم. گفت من هیچی فعلا نمیتونم بگم. من صبح یه صحنه‌ای دیدم، هنوز گیجم، هنوز منگم، حالم منقلبه، باید مدتی بگذره به خودم بیام. حالا من فکر میکردم این چی دیده که اینقدر منقلب شده. گفتم چی دیدی؟ حالا همون حادثه رو تعریف کن. گفت دیگه همون حادثه رو تعریف میکنم دیگه، از حال خودم و از هیچ دیگه نمیتونم بگم. انگار از صبح تا حالا چیزی اصلا ندیدم. گفتم چی دیدی؟ گفت همون اوایل راه داشتیم از شهر نجف می اومدیم بیرون، یه دختر بچه 4-5 ساله‌ای صبحانه توزیع میکرد. این وقتی صبحانه رو آورد جلوی من هم تعارف کرد با دستش، به چشماش نگاه کردم، دیدم داره با محبت این کار رو میکنه. از نگاه او که دوست داشت من صبحانه رو ازش بگیرم و میل کنم، منقلب شدم، به هم ریختم و هنوز به خودم نیومدم. ببینید یک مسیحی ترانه‌خونه، یک جوانیه که ما اون رو به عنوان جوان لاابالی غربی میشناسیم، ولی تحت تاثیر یک نگاه با محبت یک دختر بچه‌ای که هنگامی که میخواد غذا بده، اون لحظه قلبش فارغ بوده، منقلب شده. ببینید اینها ممکنه خیلی ها اینو به زبان نیارن. اینها همون چیزایی که موجب میشه بسیاری از زائران ایرانی ما اصلا نمیخوایم راه تموم بشه، زود برسیم کربلا. میگن اگه بشه 5 روز میخوایم توی این راه بمونیم. چرا معنویت این راه انقدر زیاده؟ ببینید به خاطر نفس پیاده روی نیست، به خاطر نفس بیابانگردی نیست. اون اتفاقی که اون معنویت فوق‌العاده رو رقم میزنه محبت موکبداراست. همون چیزی که یه دفعه ما جلوه‌ش رو میبینیم، موکبدار اصرار میکنه بیا غذا بخور، حریص علیکم، انگار داره تجلی پیدا میکنه. من نمیدونم عراقی ها قیمت با عظمت محبتشون به زائرین رو میدونن چقدریانه. اگر پس فردا ظهور اتفاق افتاد و گفتن ظهور مقدمه سازیش با محبت موکبداران به زائرین بود، اصلا تعجب نکنید. این نشان دهنده پنهانترین و با عظمت ترین امری است که در عالم وجود هست. و اون امر چیه؟ اون امر محبت مولا به عبد، اون امر محبت امام به مأمومه، اون امر محبتی است که حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها به زائرین داره. تو روایت هست وقتی زائرین دارن حرکت میکنن، حضرت زهرا سلام الله علیها از بالای سر داره اینها رو دعا میکنه. آقا من عوام که از زهرا نمیبینم که، میشنوم اینو، برای اینکه اینو بچشم رفتار شما رو میبینم، نگاه شما رو میبینم. شما وقتی که پدرانه، مادرانه، برادرانه، خواهرانه، دلسوزانه با محبت حقیقی با زائر برخورد میکنید، این نورانی ترین اتفاق رو در این مسیر رقم میزنه. اصلا بنای 40 بر همین. این رو تقویتش کنید، این رو حفظش کنید.